سلام خدمت دوستان عزیز. نگاه کنیم، ما اینجا این پریزمون هستش، این هم دوپلمون هستش و این قرمزی که میبینین این فازمون هستش که میاد اینور. این هم یه دونه پل، این هم یه پل هستش. بعد اینجا هم این دوتا که میبینین تکون میخوره از جعبه فیوزمون اومدش اینجا. بعد این دورشته هم که میره بالا برای آیفونمون. پس چی شد؟ فریز، دو پل، این هم میره برای آیفونمون، یعنی 220 میره برای آیفونمون که آیفون زنش در ادامه بس کنیم. اینو الان دو پلمون داریم نصب میکنیم. دوستان نگاه کنین، الان داریم فریزر رو میبندیم رول، بعدم سیام فاز این بسته میشه، پیچه قشنگ محکم میبندیم، سفتش میکنیم. نگاه این پیچاشه، این نگاه کنین ما مسیمون میشه فاز. بعد این سمت نگاه کنین، این دوتا که مسی نیستش میشه پلام، یعنی برگشتیامون تنش وصل میشه. اینا همینطور. اینا بالا هم چیکار میکنیم؟ این سیما رو دوباره میفرستیم داخل. اگر آیفون نصب داریم که نصب میکنیم و الان اینو میذاریم داخل، آماده میشه برای آیفون هستن. دوستان نگاه کنین، ما اینجا خط تراز داریم که کلیدا رو ببندیم. این باید صاف و دقیق در بیاد که برای زیبایی کارتون حتما باید خط تراز رو داشته باشید. بعد تا آخر هم با فاطمه اینو یه دور چک میکنیم که مطمئن باشید این صفر. هم پیجار قاب هم حتما باید صفر بشه، خیالتون جمع باشه این قاب حرکت نکنه، از تراز خارج نشه. درگوشا میبندیم. پلای دو پل هم جا میزنیم، فشاری دیگه. ممنون از دوستان خوب. انشاءالله ما رو سابسکرایب کنین، ما رو تو کانال حمایت کنین، ما رو لایک کنین و زنگوله کانال ما رو فعال کنین. ممنون، متشکرم.